شما ویدیو جدید اومدیم این بار ببینیم که چجوری میتونیم بعد بازیمون باز دوباره بازیمون رو ببینیم که الان مثلا من برم مثلا که چیه الان من برم تو پروفایلم، برم تو بخش هیستوری. اگر این بیاره نه که نتم خیلی قویه، مثلا میرم توی گیم بچه‌ها دقت کنید اینجا ریپلایه. الان بزنم رو ریپلای برام میاره بازی رو، ولی چون وقتتون تلف نشه این کار رو انجام نمیدم. میرید تو ستینگ، بعد اینجا میزنید ببخشید اینجا مش ریپلای میاد، یه بار بزنید روش. الان یه بار بزنید روش اینو براتون میاره. این دکمه ضبط رو بزنید و آنش کنید و از این به بعد میتونید بازی خودتون رو مرور کنید و اگر شاتای خفن زدید بتونید ازش راحت ویدیو بگیرید. من همینجوری تولید محتوا میکنم. و یک نکته دیگه، این فقط در مولتی، این فقط برای مولتی جوابه.